پیغمبری بر حق دعوت قبول نمیکنن. دورا گل و گمراه بود پرستش بسیار بود است. ملال قومش و مردم خفه میشه. پدرش از دنیا گذشتگی مادرش میگیره، دو برادرش میگیره، طرف افغانستان حرکت میکنه که از جانب غیب آواز میشنوه که این مرد جبل بره، کوهستان بره. میگه در سرشوی افغانستان که مادرش رنجور میشه، از دنیا میگذره، 2 سال اونجا میسته دعا و درود چه میکنه، اونجا میخیزه. میگه در مابین افغانستان که برادریش از دنیا میگذره، 2 سال اونجا میسته دعا و درود چه میکنه. در دروازه افغانستان میگه که برادریش میگذره، 2 سال اونجا میسته دعا و درود چه میکنه. خودش میگه چندین سالهای همجا خفیه میسته که یگان کسی سیره نمیوست. یعنی قشلاق هم اصلا نبوده. قشلاق خود او باری بالا بود، مرقدی کل نصیب باشه میره میبینیم. او بابی شیخ این مردم میگه مثلا شیخ‌های بزرگ بودن که دعاش نزد خداوند قبول میشد. دعا میکردن که خدایا خداوند یگان زندگی بهبودی شود. وقتی که زندگی دعاش قبول میشه، همین شیخی که مرقدش همجا است، اون میخواد او قشلاق بالا با ایزم یک بتر ما چوبق میگیم، بعضیا یخمنک میگن. وقتی که میاد که همو مثلا چی میکنه میدروه یک درزه میکنه، ای غیبی آوازه شنید این مرد خدا بارد بودشید، بارد بود چی بس که ایسوس میگه شش کس نمیده. با درزه گره کرد همین آوازه شنید، سیم درزه کرد همین آوازه شنید، در تعجب میمون که چی مثلا چی بگیم چی بوده. وقتی که به تا تماشی تخت سنگ پیدا شد اینجا، تخت سنگ تازه کرده یک بار کرد گشت که اونجا غار در غار دید که یک مرد شده روی برخراد شما در برش افتاد موی سیاه، تاریکی شب هم از موی او تلفشنی مهتاب حق از روی بود. و شیخ من آشکار کرد یکو بیار من مغبم نمیکنه. حضرت برخی سرمسی عبدالولی در دور و زمانش کربوس باف بود است. همون اسبابای کربوس بافش میگن میرن مردم ای خدا خلاص شد داره اوت خبر میکنه میخیزن مردم همش میخیزن غشته که سرخ دیده سوده همون غشته ای قشلاق سنگور مردم قطورک میسن دستی به دست به همه جرا میآیند. بعد استادش و یک روایت خواب میبینن سمرقند و بخارا میان میگه همین مردم همین قد همش خشن ای دهبه دی سمرقندن که همین دیولگری و کلولگری را میتونید وقتی که میان ساختمان سر میشن. شیخ میگه که من یگون چوروی ندارم که زخم کنم با این مردم طعام پزن. میگه او طرف او برا آهو میاد خواب میرا سرش آهوی آمد به فرمان اله در وفاتی برخ کرد جانش فدا. آهو میام جا خواب میرا شیخ سرش میبره همونجا چشمه پیدا میشه، چشمه آب صافه حکم خداوند در همونجا که میرسه سرخ میشه. هر یک پیغمبر خدا، هر یک اولیا و راست خودش یک معجزه یک کرامت دارند. بعد میگه که من همگی یک کوزه گندم دارم که کوزه گندم اگر آردم کنه به این مردم نمیرسه. میگه میبرید اسیو میریزی باروشو پرده میکشه که یگان کسی سیره نبینه. چند روزه که مثلا که در اینجا کار میره مردم همه سیر پر آرد میوان میخورن با برکت حضرت خداوند مثلا که همه خنبانو پری آرد میشن. وقتی که کار با آخر میرسه اوله شیخ حضرت خداوند در دلش میداده که این چیز مثلا حکمت خداوند باشه که یک کوزه گندم هر وقت هیچی نمیره و از نیستی تموم شد. وقتی میره پرده یک بار میکنه نگاه میکنه 3 کفتر اونجا اینوشی گندم ریخته. کفترها میپرن میرن همون خاطر با آخر میرسه میان شیخ میگه شیخ حضرت میگه حضرت میگه رزق روزی همین دست بشه تا بعد مردم میان در همینجا قشلاق تشکیل میکنن. قشلاقی شیخ‌های حضرت داد قشلاق بورشی داو بالا میمونه تا سال 38 مردم همینجا زندگانی میکنن. سال 38 مردم اینجا موجود میکنن. سال 82 مقبره بالاش میگرده. نه با سال 86 85 86 ارسالگان میان کار میکنن و حساب ارسالگان 980 سال پیش همین مقبره اولش عبود بوده. با 2000 دین با پرزیدنت فرمان میکنه با 2004 ساختمانش ایسر اینه میخواه راه گردیم телефон зарядиш чор шиш сарои шиш немисим кат чиш ина апай зебо наёмад ки монестари амиҷа охи да наҷа сурат ҳа ин ҳам дрон амиҷа ола иҷа зиёрат кӣ апай зебо бихе чӣ киқтатиш چیزای بوفندگیش هم اینا برای پت رشته را سخت کردن
هیچ مثلا برای تنیدن رشته موکوش، هیچ شمدانی برای کتاب خوندن. به حضرت برخ اینا همش همینا اخشا. اینا این لوستر میگن که آزیر زمان قندیلی همون داروایی که مثلا زنجیرش کشو میگن 4 پلتاش میده روغنش میریسن دست میدن 4 لامپش که حساب میشه. انا میگن که همه چیزای همون بافندگیش بدن شونه و چرخه و مثلا همش بدن همش مردم وقتی اومدن در نبودن زیارتی که تبرک گفتن نبودنشون. انا خدا در این پیش در بشینی دعا کنیم. زمان که درست نیست در منظور اگر گفتم من بگیم نگید فکرش او بلند میشه